اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید اظهارات مقامات آمریکایی در مورد تعداد گروه داعش در افغانستان صحت ندارد. وی می‌افزاید تعداد جنگجویان داعش نسبت به گذشته کاهش یافته و سرکوب گردیده است. علاقه مقامات آمریکایی به این موضوع و بزرگنمایی آنها کمک به شورشیان داعش است که باید جلوی آن گرفته شود. هموطنان از آن فرمان عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه الله استقبال گرم می‌نمایند که به اساس آن مقامات حکومتی و مامورین در قراردادهای وزارتخانه‌ها و ادارات اشتراک کرده نمی‌توانند. سرپرست وزارت امور خارجه مولوی امیرخان متقی در آن مقاله‌ای که در شبکه الجزیره منتشر گردیده نوشته که رهبران جدید افغانستان با مذاکره باورمند هستند، ولی این اقدام باید دو جانبه باشند. ښاروالي کابل میگوید به منظور حفظ و نگهداری تاسیسات اداری در ساحه پل خشک تعمیر ناحیه 13 به هزینه شخصی رئیس آن ناحیه آقای محمد حامد امیر رنگامیزی و ترمیم شد. وزارت دفاع ملی میگوید تیم تکنیکی لوای دوم قلاردوی 203 منصوری 41 موتر نظامی تخریب شده و از کار افتاده را ترمیم کرده است. به گفته این وزارت این وسایط شامل 30 تانک هاموی، 6 تیلر اکمالاتی و 5 نینجر می باشند. وزارت امور داخله میگوید نیروهای امنیتی 43 تن را در پیوند به جرایم مختلف جنایی در ولایات کنر، ننگرهار، جوزجان، قندهار، پکتیکا، تخار و فرا بازداشت کرده اند. افغانستان بانک میگوید به منظور حفظ ثبات پول افغانی تا 15 میلیون دلار آمریکایی را روز یک شنبه 4 ماه مبارک رمضان از طریق داوطلبی به فروش میرساند. در هفته گذشته از تاریخ 26 هود الی 3 حمل از طریق خطوط آهن افغانستان 123672 تن متریک انتقالات صورت گرفته است.